البته به بزرگترین پرده فروشی در سطح کابل آمدیم عزیزای دل. فیزیک از برج خلیفه است، حال مورک کار شده است که بسیار اکسیت مقبول است. 3 کمربند دارد که 12 رنگ مختلف دارد که رنگ‌های آن نخودی است، سیاه است، مکمل دوخته شده ایده ماشینی است. بله بسیار ظریف کار شده این موره است، حال است و نیچه است، وسط جولی کار شده است. دیزاین متفاوت است، 12 رنگ دارد و جولیش هم کتو است. بسیار ظریف است. این باز فرست شده بسیار کاملا جدید است. 3 کمربند داره و 1 گوشه داره که از جولیش که از خودش خامک کار شده، کامل خامک است و پردهش که از ترکی است. 2 کمربند داره، کمربنداش وصل است، دوخته نشده، وصل است. دو رنگ کار شده. بازی دیگه باشه ما خودمون پرس میکنیم. این با مجلس عربی، کسایی که مجلس عربی میخواید واسه است. و این تیکه قالینچه است که 7 رنگ داره، 3 گل در توشک باشه و 1 گل در بالش استفاده میشه. کینی 7 رنگ داره، وقت 4 رنگ بود در قالینچه، حالا 7 رنگ است که در وسط یک توشک یک ختمه 7 رنگ است. به نام یاد خدا، سلام خدمت تمامی شما بینندای عزیز. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و روزای پربرکت ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کنین. همچنان عباداتتان قبول و مقبول درگاه حق باشه دوستای عزیز و ما را از دعاهایتان فراموش نکنین. وطندارای عزیزم، باز هم در خدمتتان قرار گرفتیم از دریچه پنجره افغانستان با یک برنامه جدید. نظر به ای که در جریان ماه مبارک رمضان هستیم و بخیر عیدم رسیدنی است، ما هم خواستیم تا از یک بخشی که به خاطر عید بسیار مهم می باشه براتون برنامه تقدیم کنیم. البته به بزرگترین پرده فروشی در سطح کابل آمدیم عزیزای دل. ما را همراهی کنین تا ببینیم کدام دیزاین‌های جدید امسال آمده و چقدر قیمت هستند، قیمتایشون در چه حد است. برنامه ما را بیننده باشین، با دوستایتان شریک بسازین و لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. قسمتی براتون گفتم آمدیم به بزرگترین نمایشگاه که نمایشگاه پرده فروشی به مجبر میباشه و فعلا هم مسئول نمایشگاه با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، صحتتون خوب است؟ تشکر. سلامت باشین. از خودتان یک معرفی داشته باشین. اسم محمد شجاع مرزی است، یکی از دکانداران قاضی پلازا پرده فروشی مرزی است. بسیار خوب. احمد شجاع عزیز، چطور از بازار؟ والا خوب است، شکر فضل خداوند. فعلا دیگه بازار شما خوب بیروبار داره بخاطر که عید نزدیک است. بله بازار خوب است فعلا.
بر من بگوین که چقدر وقت میشه که در بخش پرده فروشی شما فعالیت دارید؟ ما تقریبا 14 سال میشه که در بخش پرده فروشی فعالیت داریم. ماشاءالله، نام خدا، بسیار یک مدت زیاد است. مدت زیاد است. بسیار خوب. دیزاین های جدید حتما آمده دیگه به خاطر بله، عید. کدام دیزاین ها؟ دیزاین های خال و موره است، جلی پرده ترکی است، ایرانی است، چینایی است، بسیار دیزاین ها مقبول آمده. بسیار خوب. دوستان عزیز، بیننده باشین تا تمام دیزاین ها رو براتون دانه دانه معرفی کنیم، درباره کیفیتشان و دوختشان براتون معلومات بدیم. ما را همراهی کنید. عزیز، ست بسیار مقبول پرده که در قسمت پشت سر ما هست، احمد شاه جان درباره از بر ما معلومات بدین. شیپزی که از برج خلیفه است، خال و موره کار شده است که بسیار اکسیت مقبول است. 3 کمربند دارد که 12 رنگ مختلف دارد که رنگای آن نخوتی است، سیاه است، کریمی است، شیچایی، زنگالی، نخوتی، فولادی و سیاه، بسیار رنگای مقبول داره. خال و موره کار شده، دوختگی است. تکیش بخمل است. تکیش بخمل است، بله. بسیار خوب. اینه به خاطر می دیزاین خالش که است، به می خاطر برج خلیفه. بله، برج خلیفه می شکلش برج خلیفه میشه. بله بله، بسیار خوب. این چقدر می اندازه از پرده؟ یک از با یک سالن مکریان جور کردیم ما، بر 3 قدش 2.48 است. بسیار خوب. امی استاندارد اندازه پرده که مثلا فرمایش میدن باید چقدر باشه؟ بر 3 قد 2.50. اونم استاندارد است. بله. پردهش باز جالی است. جالیش که است، اون خال موره است، اون دوخته شده، در پیش سر مشکل نداره. این خال موره ازی که است چه رقم است؟ به خاطر که بسیاری وقت پرده که میشوین در خانه در ماشین مندازن، به این فکر میباشن که یک دفعه می خال از پیششان نره یا کنده نشه. یکی از در ماشین هم بشه فرق نمیکنه، به خاطر که یا دوخته شده در پیش سر. خب بسیار مکمل دوخته شده. اینو میبینین؟ ماشینی است. ماشینی است، بله. این بسیار ظریف کار شده. اینه خال موره است، هیچ فرق نداره. اینا رو خودتون آماده میکنین یا بله، از چین میریم. از چین میریم. بله، از چین وارد میکنیم. میره تکیش وارد میکنین میدوزین اینجا. میدوزیم، بله. بسیار خوب. دوستان از این قسمت هم که میبینین رنگای مختلفش است. رنگ نخوتی، سیاه، سفید، شیرچایی، زنگالی و باز هم نخوتی، نقره‌ای و همچنان رنگک یشمی. دوستان از این قسم ادامه میدیم. نام خدا دکان کلان است. پرده ها بسیار زیاد است، پشت توشک هم از. دوستان عزیز بیننده باشین، میریم همین قسم قدم زده و درباره‌شون صحبت میکنیم. احمد شاه جان، اینی پرده که بسیار مقبول است، دیزاینشون متفاوت است. این فکر کنم مورام است امروز. این موره است، خال است و نیچه است، وسط جالی کار شده است. بسیار خوب. کودگاه جالی نداشتی، وسط جالی کار شده. یک دیزاین متفاوت. بسیار یک دیزاین متفاوت است. کل از دیزاین‌های جدید است دیگه. این دیزاین‌های جدید است. کلش با عید نصب شده به خاطر عید که مشتری‌ها با اتاقای خود بگیرن. یا هم تکیش بخمل است؟ بخمل جیر است، بله. بسیار خوب. کدام رنگا رو داره؟ این 8 رنگ متفاوت داره. 8 رنگ داره، بله ها. که رنگاش شوج است بس. بسیار خوب. یا هم همین موره و چیزاش کلش دوخته شده. کلش دوخته شده. در بسیار این ببینید. کلش دوختگی است. بسیار خوب. این دوستا میبینین کاملا دلتون جمع باشه دیگه، به خاطر که موره یک چیز است که اگر عادی باشه، نصب شده باشه، باز مشکلات ایجاد میکنه. قسمت هم یک پرده بسیار مقبول به رنگ شیرچایی است، یا هم خال داره دیگه. یا هم خال موره است. یا هم دوخته شده در پسر. این باز 7 رنگ متفاوت داره. 2 کمربند داره باز. او که بود 3 کمربند داشت، این 2 کمربند داره که یگان دونه ظریف میخواد که ظریف‌تر باشه. این 2 کمربند و 3 کمربند که میگین کدام بخشش میشه؟ بخشش اینی کمربند، مثلا اینی یک کمربند است. اینی. بسیار ظریف. او آشیش گفته میشه. ما اینو 2 کمربند میگیم. 2 کمربند میگیم. یعنی 2 قسمتش خال داره. 2 قسمتش خال داره، یکی وسط یکی پایین. کدام رنگا رو داره؟ این 7 رنگ داره. رنگ سرمه‌ای داره، رنگ زنگالی، طلایی، جیگری، شیرچایی. این رنگا رو داره. بسیار عالی. دیگه دوستای عزیز، واقعا مقبول است. کسایی که برنامه رو میبینن حتما دلشان او میشه، به خصوص خانما که بسیار دوست دارن خانه خود دیکور کنن، هر سال که پرده تبدیل نکنن دیگه هیچ امکان نداره. نام خدا این پرده بسیار شیک و مقبول است. بله، این که است که لاکی گفته میشه، 12 رنگ داره و جالیش هم کتاو است که بسیار ظریف است. این باز مورش پرس شده بسیار کاملا جدید است. 3 کمربند داره و 1 آشه داره. موره پرس شده خوب است یا اون که دوختگی باشه؟ نه، پرس شده خوب است، او خود دوختگی او خال است. این موره است. این موره صرف پرس شده و خامک و موره است. بسیار خوب. بله. و دیزاین پردهش هم دیگه ساده است. اون ساده است. بسیار مقبول. و این پرده‌ای که هست تمامش بازم رنگ اینا پشت توشک هم داریم. بله، این قسمت است. یا هر کدامش 130 داره. بسیار خوب. و خودمون 30 تر جات میکنیم میره که سیت کنیم.
باز کدام دیزاینر بیشتر هموطنای ما خوش میکنن دیگه؟ دمی روزا حتما آمدن رفت آمد زیاد است. دی روزا خود زیادتر خال و موره را خوش میکنن و جولی پرده را زیاد خوش میکنن. جولی پرده ترکی است. اینی جولی پرده ترکی. بله بسیار مقبول است واقعا. این باز خیلی مقبول است. جولی پرده هم سبک است وزنش. بسیار ظریف، یکیش پرکار است یکیش کمکار است. خامک است، کاملا ترکی می باشد. قیمت های اینا دیگه نظر به متر است. نظر به متر است. هر کدامش نظر به تکش فرق میکنه. بله فرق میکنه. بسیار خوب. یا فقط هم جولی است یگان جای خال شده؟ بله کم کم. این چند رنگ داره؟ این که از 4 رنگ داره باز. بله. باز پشت و شکم نظر به خواست خودشان هم میتونن انتخاب کنن. هر قسم خواسته باشن. هر قسم خواسته باشن انتخاب کردن میتونن. بسیار خوب. این قسمت هم هست یک دیزاین دیگه دوستان که یام جولی است. بله یامی جولی است که با ساده است. دو رنگ کار شده و وسطش هم جولی ترکی می باشد. که هر کدوم اینی 30 رنگ مختلف داره، او با 6 رنگ مختلف داره. بسیار خوب. بله با خاطر وزنش هم سبک است. در ششتن راحت می باشه و کسایی که ساده میخواد ساده بهتر است. ساده برشان است. بسیار عالی. یا یک پرده دیگه دوستان که هر قدر پیشتر میریم دیزاین جدید متفاوت و مقبولتر شده میره. تکی ازی شاید قیمت‌تر باشه. این که است جولیش که است کلش خامک کار شده. کاملا خامک است. و پردهش که است ترکی است. دو کمربند داره. کمربنداش وصل است با هم. دوخته نشده. وصل است. در خود تکه است. در خود تکه است. این باز 4 رنگ داره و جولیش هم 6 رنگ داره. بسیار خوب بسیار خوب. دوستان میبینین بسیار مقبول، هم لوکس است هم پرکارتر است. بله هم پرکارتر است. هم تو پیش میریم قسمت هم پرده است به رنگ پسته‌ای و طلایی. رنگ که شاید بسیار یک ذره نایاب‌تر باشه در پرده. بله این رنگ پسته‌ای و کریمی است که زیادتر امیر خوش میکنن به خاطر که یک رنگ متفاوت است نو آمده و جولیش هم خالدار است. خالش هم متفاوت است. خالش هم متفاوت است. یک چیز نو است بسیار بهتر. جولیا که میای خال در خودشان میباشه شما جورش میکنید؟ نه خال در خودش میباشه. کلش فرمایشی ماست که او دخته شده در موجه. بسیار عالی بسیار عالی. تکی ازی چی است؟ تکی ازی که از بخمل است. بخمل لاکی. بسیار عالی. در کل چند نوع تکه به خاطر پرده وجود می داشته باشه؟ حدود زیاد است. به اندازه است. رقم است. کدام تکه با زیاد خوب می باشه از لحاظ کیفیت، از لحاظ که مثلا در شستشو کیفیت خدا حفظ کنه رنگش نره؟ زیادتر حالا که از جنسش جیر بهترین تکه است که بخمل ما میگیمش. خیلی مقبول است جیر. کی ببینید دو رنگ کار شده. بازی دیگه شه ما خود ما پرس میکنیم. خب بسیار خوب. این با مجلس های عربی کسایی که مجلس عربی میخواد وضو هستی. هر گل که 250 رقم گل است انتخاب میشه براتون ما پرس میکنیم. مشکل بسیار خوب. باز اینا رنگشان نمیره خراب نمیشه؟ نه پرس شده. این کاملا پرس است. پرس شده. ببینید. بله. هیچ کار نداره که برای. این کدام تکه است؟ این جیر است. جیر است. همین تکه گفتین بسیار خوب است. بله و این خود ما پرس میکنیم داش. در کل تکه جیر هم ساده می باشه؟ بله ساده می باشه مکمل. خال و مورام میشه داش کار شود؟ مشکل نداره میشه. بسیار خوب. این پرده روبروی هم است رنگ نقره‌ای و سفید. رنگ نقره‌ای و سفید که رنگاش وجه مرتفی کردن بعدن برج خلیفه سیاه. برج خلیفه است بله. این رنگ نقره‌ایش است که زیاد مشتریات تقاضا دارن رنگ نقره‌ای را. رنگ نقره‌ایش بسیار مقبول می باشد. یک کشش داره رنگ نقره‌ایش. بله بسیار رنگ زیبا داره. بله. و این پرده که در قسمت روبروی ما است این با جولی پرده است. پرکارتر که ایش پرکار است توش کم کار است. این مکمل یک سیت است. کسایی که وزن سبک میخواد بازی بهتر از زیاد. بسیار عالی. دوستان میبینید بسیار مقبول. یا هم تمامش خال کار شده؟ این فقط کم خال کار شده دیگه کلش پخته کار شده. پخته گلک. بسیار خوب بسیار خوب. بله. بخی متفاوت است دیگه. بخی متفاوت است بله. بسیار عالی. دوستا پرده رو دیدین؟ البته ما بهترینا و مقبول تریناش براتون معرفی کردیم. پوشای توشک مانده بر ما بگین چند نوع تکه پوش توشک داریم؟ پوش توشک خو زیاد داریم. تقریبا زیاد است. 4 بره داریم، نخی، سوندی، قالینچه، خالدار، هر رقم است. بسیار خوب. کدامش زیاد بازارش گرم است؟ بازار 4 بره زیاد است. قالینچه که باز یک تکه اومده متفاوت است، خالدار است. خامک کار شده مکمل. و یک تکه باز قیمتش بسیار زیاد است. قیمتش قالینچه خوب است قیمتش. و 4 بره هم نسبتا خوب است قیمتش. دوستان میبینیم قسمت هم هست. این هم دیگه تکای
قالینچه‌ای است. بله. بسیار خوب. تکه قالینچه است. اینا درباره جا برام معلومات بدین. سابق که بود تکای پشت توشک قالینچه‌ای فقط به یک رنگ سرخ بود. بله. حال نام خدا بسیار رنگای مقبول آمده. بله رنگای مقبول داره. کی رنگ سرمه‌ای است. بله. دیگه گلاش هم است، دیگه رنگاش هم است که 7 رنگ آمده در قالینچه. بسیار خوب. دیگه اونجا گل لگیش هم است. جنسیتشان هم متفاوت می باشه یا نه؟ جنسیتش متفاوت است. بله یکی زریدار است، یکی بدون زری. بسیار خوب. بسیار بله. خوب. این هم بسیار یک قالینچه مقبول است. بله این قالینچه مقبول است. این باز 7 رنگ داره که این رنگ سرمه‌ایش است، این جیگریش است و اونجا رنگ یشمیش ببینین. بله اون قسمت است. اون قسمت است رنگ یشمیش، نقره‌ایش. بسیار خوب. زیتونی و رنگ سبزش، رنگ شیرچه‌ایش و رنگ جیگریش است. گلاش فرق میکنه. گلاش یک گل است. این تقریبا یا که دید این کلش یک گل است. بازینی که از گلای متفاوت است. بسیار خوب. یا دیزاینش متفاوت است. بله. اما جنسیتش متفاوت است. این باز برش کلان از 2 متر بر داره. فقط در وسط توشک میایی. خب بسیار بله این 7 رنگ داره باز. 2 متر برش است و برش هم که هرچی قضیاتر بخواید دیگه قالینچه بود 80 سانتی برمیاد تا 95 سانتی برمیاد. بسیار عالی بسیار عالی. دوختن از اینا مشکل تر است. بله دختنش مشکل تر است. امرای ماشین دوختن میشه. امرای ماشین دوخته میشه. بله. کیفیتشان باز چطور است؟ کیفیتش عالی ترین کیفیت است. بسیار خوب. این قسمت هم از پشت توشک ای باز قالینچه‌ای نیست دیگه. نه قالینچه‌ای نیست، تکه گاج بخمل گرفته میشه که در خودش زری است، زریش دوخته شده باز. خب بسیار خوب. زریش دوخته شده بازی 4 رنگ متفاوت است. یا دیگه نسبتا اقتصادی تر است. این اقتصادی تر است. بله. رنگشون خو نمیره. نه به خاطر جمع باشه رنگش. بسیار خوب. اینم گاج بخمل است. نه گاج بخمل است یا تکای 4 بر است. خب زریدار است که کسایی که ساده میخواد بازی توشک است. اما 4 بره گفتن که قیمت تر میشه. نه 4 بره باز اثر خود بالش میته برش کلان است. تکه نسبتا کم میبره که این رنگاش است. خب بسیار خوب. این رنگاش است. دوستا شما در تصویر ببینید. رنگای بسیار مقبول داره. کی تکه سفید کار گفته میشه. از دور که آدم میبینه میگه شاید یک تکه درشت باشه ولی من که لمسش کردم بسیار نرم است. نخی است. بله. بسیار خوب. اینا باز یا تکای گاج بخمل است. شیپش نخ آلمانی است. یا مثل قالینچه‌ای معلوم میشه. مثل قالینچه‌ای معلوم میشه. بسیار گل مقبول داره. هر قسمتش یک گل متفاوت کارشه. بسیار خوب. اینا باز اقتصادی تر است. اقتصادی تر است. بله. بسیار خوب. بسیار خوب. دوستای عزیز نام خدا بسیار زیاد مقبول است. هر قدم پیشتر میمانیم. دیزاین‌های جدیدتر، تکای جدیدتر. بیننده برنامه باشین، ما رو همراهی کنید. دوستای قسمت هم بسیار نمونه‌های مقبول از پوش‌های توشک است که درباره‌شان بر ما معلومات میتن. این پشت توشک که سوندی می باشد 5 رنگ داره که در رویش خود ما دیزاین کار کردیم. شیپش بکسی است. بازی مشکل نداره که ساده می‌دازین یا سجافدار یا بکسی. ما این بکسی طرح کردیم و اینی که است تکه لاکی است. وسطش فیته دادیم. بسیار شیپ مقبول است. این که 4 رنگ داره. و این تکه برگ است که نخی می باشد کاملا. در وسطش خود ما دیزاین کار کردیم. بسیار خوب. و این تکه قالینچه است که 7 رنگ داره. 3 گل در توشک می باشه و 1 گل در بالش استفاده می شود. بسیار عالی. چند رنگ کدام رنگ است رنگش؟ رنگاش که است مختلف است. رنگ جیگری، سبز، زنگالی، طلایی همین رنگا را داره. بسیار خوب. و رنگ سرمه‌ای را می‌بینید قالینچه کاملا متفاوت است. پرکارتر مکمل ظریف‌تر شده. و تکه برگ است. خیلی مقبول. اون قالینچه است. و اون تکه سوندی می باشه. کدام از این تکه زیاد خوب می باشه؟ تکه نسبتا قالینچه بهتر است. بله قالینچه بهتر است زیادتر. بسیار خوب. بازم وطنای ما کدام از زیاد خوش میکنن؟ زیادتر قالینچه را انتخاب میکنن. بله. از سالهای قبل تا فعلا در دیزاین پشت توشک و پرده چی تفاوت‌های آمده؟ تفاوت‌ها زیاد آمده. وقت جلو بود پوپکدار مثل زینیواری. حال مکمل خال موره شده. وقت ساده بود. حالا کلش خال موره است و همین رقم خال از دیزاین دار زیادتر. و رنگدار هم نبود پرده؟ رنگدار هم بود. حال جلی پالیتیس پرده قیمه باشه زیادترش همون رقم می باشه. بسیار خوب. بله دوستا و میریم طرف اون قسمت که تکای مختلف است. درباره‌شون صحبت میکنیم، براتون معلومات میدیم، ما رو همراهی کنید.
قسمت تمامش دیگه پشت توشک است. کلش پوشای توشک قالینچه است قسمت که گلای متفاوت است. کینی 7 رنگ داره، وقت 4 رنگ بوده قالینچه، حالا 7 رنگ است که در وسط یک توشک یک ختمه 7 رنگ است. گلای مقبول داره دیگه. گلای زیاد نام هم داره یا نه؟ نه گلاش نام نداره، خودمون نامگذاری میکنیم باز. هر کدامش متفاوت است. این کار از خارج از کشور میاد از اینجا؟ از ترکیه میاد. بله این قالینچه از ترکیه میاد. بله کلش ترکیه است دیگه. بله کلش ترکیه است. معلوم میشه کیفیتش هم خوب تر است. کیفیتش بهترین کیفیت است. و این رقم این قسمت قالینچه کاملا متفاوت است که مکمل سیمسی است، پر کار شده. شیپش سیمسی است، پر کار است. وقت کم کار بود، حال پر کار است. بسیار رنگ‌آمیزی مقبول داره. وقت این رنگ‌آمیزی ها نبود، زنگالی حالا نه آمده، یشمی نه آمده، سرمه‌ای نه آمده. این رنگ‌ها زیادتر آمده. بیشتر من فکر می‌کنم که این رنگ‌ها رو زیاد خوشم میاد. زیادتر این رنگ‌ها رو نو میگیرن به خاطر که یک رنگ نو است، متفاوت است. امرای فرش یا قالین هم که در خانه میباشه امرای زو ستش میکنن. بله سیتش میکنیم. بله این دیگه می 4 رنگ داره. این فقط 4 رنگ داره. بازینی گل است، میده این 4 رنگ داره. گلکش میده است. و تکی برگ چنار از زیادتر خوش میکنن به خاطر که یک شیپ نو است، مقبول است، متفاوت است که در قالین میخونه. بسیار رنگ مقبول داره. این رنگ یشمیم داره، جیگری، سرمه‌ای، فولادی، اون باز یشمی باز جیگری. بسیار خوب. این رنگا رو زیادتر داره. اینا جنسیتاشون کدام جنسیت است؟ جنسیت یا که است قالینچه است، مثل قالینچه واریس. قالینا رو دیدین اون رقم یک جنس داره دیگه. بله. دوستای قسمت هم است. قالینچه بسیار مقبول، تکای بسیار مقبول. خلاصه برای پشت توشک هر رقم تکی که باشه باید آدم با کیفیت ترش انتخاب کنه، چون یک چیزی است که هر روز آدم جور نمیکنه. بله همون رقم است. و این که از قالینچه است، دو بغلش خالیگاه داره. او قسمت مکمل پر بود، حالا این قسمت خالیگاه داره. بسیار خوب. این باز 2 متر برش است، برش کلان است. خیلی مقبول است. یا شیپ می توشک چند شیپ می باشه؟ یک شیپ بکسی گفتین، دیگه کدام شیپ است؟ شیپ ساده است، بکسی است، سجافدار است و بکسی باز اسفنجدار هم داریم ما. او شیپ های مختلف داره باز. بسیار خوب. شستشوی این قالینچه یا کدام شرایط خاص نداره؟ نه شرایط خاص نداره. این باز کسایی که دریه میخواین باز او یک ذره وزنش گرانتر میه، کسایی که گروه میخوای باز وزنش سبکتر میه. در ماشین هم اگه ایره بشین مشکل نیست؟ هیچ فرق نداره، مشکل نداره. خراب نمیشه.
این برنامه بودین. دیزاین‌ها و تکای بسیار مقبول برتان در بخش پرده و پشت توشک معرفی کردیم. همچنان درباره فرمایش‌ها بر ما معلومات بدین. فرمایش‌ها هم سفارش می‌گیریم؟ مشکل نیست، میگیریم. بله، سفارش میگیریم. هر نوع فرمایش هر باشه؟ نوع فرمایش باشه. بله. بسیار خوب. فقط در کابل یا در ولایات خارج از کشور؟ مشکل خارج از کشور هم روان میکنیم ما. بسیار عالی. مدت چقدر وقت در بر میگیره تا اینکه یک سفارش آماده شود؟ مدت 1-2 روز وقت میگیره. 1-2 روز. بله. بسیار عالی. درباره آدرستان یا نمایندگیتان بر ما معلومات بدین تا دوستای ما. فعلا خود نمایندگی ندارم. آدرس ما است مکیران سیام، قاضی پلازا، منزل تحتانی، دکان نمبر اول. بسیار خوب. تشکر میکنم از شما که ما رو در برنامه همراهی کردین و دیزاین‌های بسیار مقبول بر ما معرفی کردین. بخیر، سلامت باشین. سلامت باشین. دوستای عزیز، امیدوار هستم که برنامه خوشتان آمده باشه. دیزاین‌های بسیار زیاد مقبوله در بخش پرده و همچنان پشت توشک. سیزن شما است. من مطمئن هستم که دنبال ازی بودین که یک دیکور خوب بر خانه تان جور کنین. حتما این برنامه رو بیننده بودین دیگه دوستای عزیز. آدرسم براتون گفتن که شما میتونین به نمایشگاه و پرده فروشی و مرزای بیاین و از این دیزاین‌های مقبول مستفید شوین دوستای عزیزم. دیگه ایام به کامتان باشه عزیزای دل. انشالله که روزهای ماه پر برکت رمضان را به خوبی و خوشی سپری کنین. ما را از دعاهایتان فراموش نکنین. لایک و سابسکرایب هم منتظرش هستیم و همچنان کامنت های زیبایتان درباره این برنامه. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.